نیوستارت و یا سازشنامه اصلی استراتژی حمله آخرین سازشنامه هسته‌ای میان آمریکا و روسیه است که سال 2010 از جانب باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا و دمیتری مدودویدوف همتای روسش امضا شده بود. هفته روان ولادیمیر پوتین اعلام کرد که اشتراک روسیه در این پیمان را متوقف نموده، آن را در شرایطی که ناتو برای مبارزه با نیروهای روسیه در اوکراین کمک می‌رساند بی‌معنی خواند و گفت که به روسیه امر داده است سلاح‌های هسته‌ای زمینی خود را به حالت آماده باش گذارد و وعده سرمایه‌گذاری بیشتر داد. ما به استحصال صنعتی سیستم‌های کینژال که در هواپیماها جای داده می‌شوند و همچنان تأمین سراسری موشک‌های سیرکان که در کشتی‌ها گذاشته می‌شوند شروع می‌کنیم. اما تحلیلگران میگویند به احتمال زیاد تاثیر متوقف شدن پیمان هسته‌ای از جانب مسکو سریع نخواهد بود. مهلت سازش به این هم به پایان می‌رسید. بنابراین انجام قرارداد ماهیت مناسبت‌های بین دو کشور را تغییر نمی‌دهد. روسیه و ایالات متحده در یک جایگی بیش از 90% سلاح هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. پیمان نیوستارت شماره کلاهک‌های جنگی هر دو جانب را تا 1550 عدد محدود می‌کند و به طرف‌ها امکان می‌دهد تأسیسات هسته‌ای یکدیگر را تفتیش کنند. اما این سنجش‌ها بر اثر پاندمی 3 سال متوقف گشته تا حال اثر گرفته نشدند. این به منفعت هر دو دولت است، زیرا سبقت اسلحه هسته‌ای را محدود می‌کند. در نهایت ایالات متحده آمریکا اگر بخواهد میتواند از روسیه زیادتر خرج کند. این اقتصادیات بزرگتر است. احتمال روسیه میخواهد این را همچون وسیله بحث استفاده نموده به ماموریت بایدن بگوید که حمایت شما از اوکراین نرخی گران دارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بازداشتن اشتراک در برنامه نیوستارت از جانب روسیه را اشتباهی جدی نامید. دبیر کل سازمان ملل متحد از مسکو خواست که به سازش برگردد. با وجود گرم شدن روابط پکین و مسکو، چین روز چهارشنبه همچنین از روسیه و آمریکا دعوت نمود که سازش هسته‌ای را رعایت کنند. امیدواریم که هر دو طرف با هدف تأمین اجرای بی‌میلان پیمان اختلاف‌های خود را با راه گفت و شنید سازنده حل می‌کنند. در عین زمان نگرانی‌ها از سبقت مسلح شوی نه تنها بین روسیه و آمریکا بلکه میان قدرت‌های دیگری هسته‌ای از جمله چین وجود دارد. اگر آمریکا و روسیه در برنامه خود محدودیت نداشته باشند، چگونه کسی میتواند با چین بحث کند که آنها باید برنامه‌شان را محدود نمایند؟ پرزیدنت پوتین بدون آوردن دلیل‌ها گفت بعضی‌ها در آمریکا درباره دوباره آغاز کردن آزمایش‌های هسته‌ای فکر می‌کنند و اگر این طور باشد روسیه آزمایش خود را انجام خواهد داد. ایالات متحده، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین آزمایش‌های هسته‌ای را در سال‌های 1990 قطع کرده بودند.